اگه یک اتم به اندازه یک استادیوم فوتبال باشه، اون وقت هسته اون به اندازه یک تیله خواهد بود، یعنی حدود 100,000 بار کوچکتر. اما این ریزترین نیست و باید کوچکتر بشه. پروتون‌ها خودشون از کوارک ساخته شدن، از 3 تا کوارک، 2 کوارک بالا و 1 کوارک پایین. و چیزی که اینا رو کنار هم نگه می‌داره یک ذره بنیادین دیگه به اسم گلوئونه. دوستان، کوارک 1000 بار از پروتون کوچکتره. یعنی اگه پروتون به اندازه توپ ساحلی باشه، اون وقت کوارک به اندازه یک دونه شن، یعنی 10 به توان منفی 18 متر. خب آیا ما به اون ریزترین چیز رسیدیم؟ اصلا نزدیکش هم نیستیم. خب از کوارک کوچکتر هم هست؟ بله هست. این ذره 1,000,000 بار کوچکتره و اسمش هم نوترینو. نوترینو 10 به توان منفی 24 متر. یعنی اگه کوارک 1 کیلومتر قطر داشته باشه، اون وقت نوترینو به اندازه یک دونه شن. آیا تونستیم به کوچکترین چیز برسیم؟ نه. کوچکترین چیز 100 میلیارد بار از نوترینو کوچکتره. به این کوچکترین چیز میگیم طول پلانک. حالا میخوام شما رو به درکی از این طول بسیار ناچیز برسونم. این خطکش 30 سانتی رو در نظر بگیرید. ما تا 1 میلیمتر روش زوم میکنیم. این سلول تخمک انسانه که حدوداً 1/10 میلیمتر. این ریزترین چیزیه که میتونیم با چشم ببینیم. حالا اگه این سلول رو به اندازه جهان قابل مشاهده به قطر 93 میلیارد سال نوری بزرگ کنیم، اون وقت طول پلانک به اندازه 1/10 میلیمتر خواهد بود.